سلام، وقتتون بخیر. ما لایبرری رو داریم با هم دیگه یاد میگیریم و این بخش ششم از فصل دهم ماست. اطلاعات ستون سمت چپ و سمت راست رو با هم دیگه یاد گرفتیم. پس من این دوتا ستون رو فعلا هیدن میکنم تا بتونم بیشتر درباره فیلم اسکریپت این بخشی که این پایین داریم صحبت بکنیم. فیلم اسکریپت به من اجازه دسترسی به تمام عکسام رو میده. میتونم اینجا خیلی سریع توی کالکشنم یا تو آل فوتوگرافز هم عکسام رو ببینم و بگم این خوبه، نه یکم بیام جلو، مثلا این یکی رو انتخاب کنم یا این یکی رو. اوکی. اینجا هم تنظیمات رو داریم. وان مانیتورمون یا مانیتور اصلیمون رو داریم، مین مانیتورمون، که این مانیتوره حالا اطلاعات تصویر رو به صورت گرید، لوپ یا کامپر یا سوروی یا پیپل بهمون بده که اینا تنظیمات بالاست. اوکی. ولی اینجا من میتونم مانیتور یکم رو و مانیتور دوم رو تنظیم بکنم. حالا اگه یه مانیتور دومی داشته باشم باید این پنجره رو بیارم پرتاب کنم اونجا، یا به صورت اتوماتیک پرتاب میشه توی مانیتور دوم من. حالا میتونم گرید، لوپ، کامپر و سوروی رو انتخاب بکنم تا عکسام رو بهتر ببینم. اگه از دوتا مانیتور استفاده بکنید خب کارتون راحت تر میشه، ولی همه دوتا مانیتور که نداریم بخوام بگم این کار رو انجام بدید، ولی دو مانیتور هم میشه با این نرم افزار کار کرد. از این گزینه میتونم استفاده بکنم، لایبرری گرید، که به هم گرید رو یا گرید ویو رو نشون میده. میتونم از گزینه چپ و راست استفاده بکنم که یک بک میکنه برام و کارهام رو هم اینجوری میتونم بیارم عقب. مرحله قبلی که کار کردم چی بوده. بیام اینجا تو آل فوتوگرافز و اینجا هم که میبینید میتونم گو فوروارد بکنم، یه جورایی بک و بگیم آندو ردو کردن رو داریم و تا با اون آندو ردو فرق داریم. بک میکنه، یه مرحله میاد عقب‌تر، تنظیمات شما رو عوض نمیکنه بلکه بخش هایی که توی اون کار کردید رو جابجا میکنه. اینجا برام نوشته تو آل فوتوگرافسی اگه بک بکنم میگه نه، تو اسمارت کالکشن گاف ها هستی. یه بک دیگه بکنم میگه هنوز اینجایی، باز میام عقب‌تر، داره بهم نشون میده چه کارهایی رو انجام دادم. خب من فولدرم رو جابجا نکردم، به خاطر همین هی توی مرحله دارم میام عقب تا اینجا میرسم که الان میگه شما توی مای بیست کالکشن هستی، 6 تا عکس داری، یه عکس تو سلکت کردی، عکسی هم که سلکت کردی IMG underline 1135. اگه بیام سراغ عکسای بعدیم اسم و فرمتش رو هم اینجا به هم نشون میده. میتونید فیلتر بکنید. فیلترهای اینجا وجود داره که بهتون بگه فقط اونایی که فلگ شدن، کامرا اینفو یا دیفالت گلوموس رو بهتون نشون بده و یا گزینه های دیگه ریتد ها رو بهتون نشون بده. مثلا بر اساس ریت ها اومده عکسایی که ریت دارن رو بهم نشون داده. معمولا از این گزینه به اون شکل استفاده نمی‌کنیم، ولی میتونم اینجا بگم اونایی که 1 ستاره‌ای ان، 2 ستاره‌ای، 3، 4 یا 5 ستاره‌ای رو به هم نشون بده و اینکه نه اصلا ستاره نمیخوام، راحت باش. و اینجا هم میشه آن آف کرد که اون تنظیمات رو به هم نشون بده یا نشون نده. فیلم اسکریپت امکان دسترسی سریع به اون چیزی که لازم داریم رو برامون فراهم میکنه. تو بخش بعدی همراه من باشید. میخوام درباره پنجره اصلی لایت روم، یعنی همون بخشی که ما میتونیم عکس هامون رو داخلش پریویو کنیم و کلی امکانات داره که این بغل میبینیم، با همدیگه خیلی کوتاه و روون و سریع صحبت بکنیم. تو بخش بعدی میبینمتون.